قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. الشاهد امیننده چیه درباره یعنی توبه ابوالحسن الاشعری رحمه الله همین چیکار کرد یعنی توبه شنده وقتی که ابوالحسن الاشعری رحمت الله علیه یعنی قریب 40 سال مذهبی کنده بود مذهبی یعنی شوهر مادرش ابو علی الجبائی یعنی برای که ابوالحسن چه ربیب ابو علی جبائی بود ربیب یعنی کودکی که یعنی چی تربیت کننده کودکی که یعنی چی ها همراه مادرش نزد یعنی شوهر مادرش اومدگی پدرش مردگی یا چی دیگه یعنی چیز یعنی ربیب بدگی 40 سال مذهبی کنده میشد یعنی همین یعنی ابو علی جبائی شوهر مادرش یعنی شوهر مادرش چه مذهبیش هم میشن 40 سال سون بعد از همین که حق بیان میشود وقتی که حق میفهمد که مذهب معتزله مذهب باطل مذهب منحرف عن الحق بدست چیکار میکند یعنی دو لباس میپوشد یعنی میخواد مثلا قمیص باشد دو قمیص میپوشد میبرد بالای منبر به چی میگوید یعنی میگوید که من از مذهب معتزله میگوید حاضر چی میگوید اخلع و نفس میگوید کما اخلع و هذا ثوبان نفس میگوید یک کرتش چی میکند یعنی میکشد یعنی میکشد بالای منبر انده کرته وقتی که میکشد یگان قطعش نمیموند که یعنی الان خیلی میگوید از معتزله خیلی کمی کرته میگوید تمامی جزئیش از بدنم دور کردم میگوید الان خیلی چی مذهب معتزله دور میکنم از خودم یعنی فهمدید الان خیلی توبه داره کنم اما نمیشد این چیز که غمغمه یعنی یعنی من یعنی خیر چیکار کرد یعنی من یعنی من تو فهمیدیم تو یعنی تو بچه پدرت فعلوک ابن فعلوکی فهمیدیم طيب همین چی تا کار کردگی تا گو که من احمق بودم حاضر حق رو فهمیدم نه من هست که من خلاص تو فهم و 10 سال شد وای توبه کردگی هیچ نفهمیدیم که وای چی چیز توبه کرد چی چیز بگشت فهمیدید یا نفهمیدید یعنی توبه واضح میشد یعنی تمام میگویی که مثلا چی نعم همین قدر سال ما چنده بودیم گمراهنده بودیم چنده بودیم یعنی نمیگوید یعنی اعتراف نمیکنه نه من میدونستم این چیزا میگوید یعنی تو میدونستی چی چیزا توبه کرده استاد تو نه من توبه نمیکنم یک توبه میگه یعنی چی میگویی من اندم شعوذ بالله لعبه بازی لخبطه تخبط نمیدونه چی گفت استاد یعنی الان میخیر ابوالحسن اشعری رحمه الله چیکار کرد یعنی کرتش گرفت خب بیان کرد 40 سال نگره 40 سال یک نه دو نه یا اخی چی چیز من میکند یعنی چی چیز من میکند که چه توبه کنی از این باطل یعنی بالعکس نگرید این چی شد برای حق و آدم منقبه شد یعنی نه وازمی مثلا چیزی لیکن یعنی رحمت الله علیه یعنی الله سبحانه خیل آدم چی میکرد روز قیامت انده رؤوس الخلائق به میبردارد یعنی دنیونده اینقدر غرور میکنی اینقدر مثلا نفس پرستی تو خلاص گو من چی بدم یعنی گمراه بدم حاضر حق رو فهمیدم هم خیلی یعنی نه فهمیده که حقه دیگه راه نمونده که وایبه لیکن چی انا میخیر یعنی چی الایبا میگویم التکبر یعنی سرکشی تکبری یعنی یک نمیفهمی یعنی توبه ویا یعنی باید که این آدمای ما چیه همین حالتان قبول میکنیم که برادوس رؤوس منبر یعنی حاضر وای با رؤوس منبر بهش کس رای هم نمیده دو بیان کن بیا نزد مردم به جمع شو چون چی میگه میگه من توبه ما برای الله میکنم برای آدم ها نه دیدید خرافات این چیز این بدعت مثلا این چیز نه توبه برای الله تعالی میشه لیکن آدم ها فهمن منهج توی که تو حال همین باطلنده یا که باطلنده نه فهمیدید یعنی الان چیز باید که تماما این چیز دور شوی برای همین حتی حاضر ابوالحسن الاشعری یعنی تون چیکار کرد یعنی بعد از که مذهب کلابی به یعنی مذهب من عبدالله بن سعید به که گشت بعد از وای باسون مذهب امام احمد به که گشت یعنی سیم طور بکو یعنی ابوالحسن امروزه اشعری ها از امام ابوالحسن چی از ابوالحسن اشعری چی بیزار هستن میخونه یعنی